ام یک زن که جرأت نداشته باشه بالای شوهر خود ناز کنه و مرد سر زن خود ناز کردن نتانه، او خانه نیست از دید من، او قفس است، او زندان است که شاید بعضی وقت در رنجش خود شاید از زندانهای واقعی کرده هم زندانتر باشه. خانه جای راحتی است، خانه جای سکون است، خانه جایی است که تکلفات نیست. نه ای که زن بترسه که ولی شوهر آمد. جدیت در جایش. ما خلاف جدیت نیستیم. در پای من معنا نمیده که مرد بخی هیبت خود از دست بده. من همیشه به خواهرها گفتیم مرد باید تو شخصیت باشه که وارد خانه میشه اینجا فهمیده شود که مرد آمد، پدر آمد. نه اینکه پدر داخل میشه هیچ معنا نه، این جایگاه حفظ شود. اما این باز به این معنا هم نیست که وقتی که یک مرد می گویا که یک بلای آسمانی میه.